مصر باستان به مومیایی و فرعونا و اهرام و اون گنجایی که مخفی کردن و کشفشون کردن بعدن خیلی معروف شدن، ولی واقعا چقدر در مورد خودشون و زندگیشون و اسرارشون میدونیم؟ سلام به همگی، چطورین؟ چه خبرها؟ چیکارا میکنین؟ اول بریم خرافات و اسرار زندگی مصر باستان رو ببینیم، بعد بریم راجع به دانششون و قانوناشون ببینیم که چه جوری بودن. کسایی که زمان مصر باستان زندگی میکردن بیشتر از 1000 تا خدا داشتن، یعنی واسه هر چیزی یه خدا داشتن. هر کاری که میخواستن بکنن به یه خدا مثلا التماس و خواهش و دعا میکردن که حالا کمکشون کنه. اینا رو از روی اون نقاشی‌ها و چیزایی که کشیدن فهمیدن. تا اسم نوشتن رو آوردم بهتون بگم که اون موقع یکی از سخت‌ترین کارا نویسندگی بوده، چون کار هر کسی نبوده، نیاز بوده که طرف هنرمند باشه، نقاش باشه که بتونه اون کارا رو انجام بده. اون موقع هم اینجور چیزا واسه فرعونا خیلی مهم بوده، چون همه وقایع و اتفاقایی که میافتاده، چیزایی که کشف می‌کردن، همه اینا رو با نقاشی می‌کشیدن که واسه نسل‌های بعد بذارن. یکی از خرافاتشون در مورد اسب آبیه که واسهشون خیلی بد یمن بوده. اسمشو هم کنار اسم خدای هرج و مرج می نوشتن. میگن یکی از دلایل خیلی مهمش این بوده که توت آنخامون، یکی از فرعونای خیلی محبوب و دوست داشتنیشون، با اسب آبی کشته شده بوده. به خاطر همین واسهشون خیلی شوم بوده. حالا کاری به این خرافاتشون ندارم، ولی اسب آبی وقتی نگاش میکنی فکر میکنی خیلی آرومه، خیلی خوبه، ولی حیوان خیلی وحشیه که هر کسی اذیتش کنه یا مخصوصا توی قلمروش بره، توی آبش بره، یعنی آبی که اونجا که داره زندگی میکنه، تیکه پارش میکنه. رون آب خیلی حساسه. بعضی از مجسمه و نقاشیاشون رو نگاه کنین، توی اکثرشون گربه رو میکشیدن، به خاطر که گربه خیلی واسهشون مهم بوده، جوری که توی اکثر خانواده ها، مخصوصا اونایی که پولدار بودن، همشون یکی یه دونه گربه داشتن، یعنی به عنوان پت نگهداری میکردن. خیلی واسهشون مقدس بوده، چون میگفتن گربه واسمون خوش شانسی میاره. اگه اتفاقی واسش میافتاده یا مثلا میمرده، واسش عزاداری میگرفتن، ابروهاشون رو میتراشیدن، کلی گریه میکردن، جوری که انگار یه عضوی از خانوادهشون از دست دادن. حالا کاری به این متراشیدن و رسمشون ندارم، ولی خب وقتی یه نفر یه حیوانی که ازش داره نگهداری میکنن رو از دست میده، دقیقاً مثل عضو خانواده نیست، ولی واسهش خیلی عزیزه. وقتی از دستش میده خیلی ناراحت میشه، تا مدت‌ها ممکنه افسرده بشه، چون دیگه باهاش ارتباط برقرار کرده، حسش داده، دوستش داشته. مخصوصا اون حیوانایی که خیلی میفهمن، اونا مثلا محبت میکنن، به خاطر همین این ارتباط بدتر میشه و وقتی میمیره خیلی دردش واقعا میمونه. همشون گربه هاشون رو مومیایی میکردن. بریم سراغ مومیایی ببینیم مثلا جریانشون چیه. خیلی‌ها فکر میکنن یه نوع روش مثلا دفن کردن و اینجور چیزا بوده، همشون این کار رو انجام میدادن، ولی اصلا اینجوری نیست. فقط خانواده‌ای که خیلی ثروتمند بودن و حالا وضعشون خوب بود این کار رو انجام میدادن، چون این مواد مومیایی کردن و این پروسه خیلی هزینه بر بوده، واسه همین فقط اونا میتونستن این کار رو انجام بدن. به خاطر این مرده‌هاشون رو مومیایی میکنن که تا جایی که میشه سالم بمونن. شاید خیلی‌ها بگن اینا حتما دیوونه‌ن، چقدر خرافاتی‌ان که یه همچین کارا رو میکردن، ولی باید بگم که همین الانم همچین آدمایی هستن که همچین کاری میکنن. تازه دانشمندا، مهندسا، اونا دارن یه همچین کارایی میکنن. کسایی که میمیرن و میذارن تو دستگاه، حالا شاید موادش فرق کنه، ولی نیتش و همه چیزش همونه. حتما ویدیوشو این بالا میذارم، اگه ندیدین بریم ببینین. حالا یه چیز جالبتر اینه که به جز گربهشون حیوانات دیگر رو هم مومیایی میکردن، چون به این موضوع اعتقاد داشتن که همینجور که خدا آدما رو آفریده، حیونا رو هم آفریده، پس اینا باید این حیونا رو مومیایی کنن، چون به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داشتن. میگفتن که حالا یا اینا این جسم‌ها دوباره بلند میشن، یا اینکه بیدارن و ما نمیتونیم ببینیمشون. حتی میومدن کنار مومیاییاشون آب و غذا هم میذاشتن که اگر خواستن ازدواج کنن، استفاده کنن. این بانداجایی هست که دور مومیایی‌ها میپیچن. اول فکر میکردم که تیکه تیکه هست، اول میان مثلا سرشو میپیچن، دستش جدا، پاش جدا، بعد فهمیدم که کلا یه تیکه هست، طولش به 1 کیلومتر هم میرسه. یه خرافات دیگه که در مورد مرده‌هاشون داشتن این بوده که میگفتن حتما سرش باید بالاتر از بدنش باشه، به خاطر همین یه زیر سری یا همون بالشت خودمون میذاشتن زیر سرش، چون میگفتن اینجوری شیطان بهش نفوذ نمیکنه و ازش دور میمونه. کلا واسه خودشون هم اعتقاد داشتن که حتما باید موقع استراحت یا دراز کشیدن و خوابیدن سرشون بالاتر از بدنشون باشه.
حالا زیر سریاشون هم چوبی بوده، سنگی، فلزی، چینی. چرا نمیگم بالشون؟ وقتی میگیم بالش یه چیز نرم میاد تو ذهنمون، ولی مال اینا خیلی سفت بوده. نمیدونم چه جوری میتونستن روش بخوابن، مجبور بودن دیگه. حالا بریم ببینیم که قانوناشون چی بود و چرا میگن که اینقدر آدمای متمدنی بودن و اینقدر دانش داشتن. خیلی‌ها میگن مصر باستان زمانی به وجود اومد که تونستن این رود نیل رو پیدا کنن، که دیگه اونجا اومدن شکارچی‌ها موندن و شروع کردن به کشاورزی و ماهیگیری. مخصوصا کشاورزی میکردن، خیلی هم گندم میکاشتن دیگه، واسه آبجو درست کردن و اینجور چیزا هم ازش استفاده میکردن، جوری که دست همه قشر آدمی بود. خیلیا واسه دستمزد کار کردنشون همینو میگرفتن. حتی با رنگش طبقه بندی هم میشده. اگه رنگش قرمز بوده یعنی الکلش کم بوده و گیرایش کمتر، ولی اگه مشکی بوده یعنی گیرایش خیلی زیاد بوده و یه چیز مثلا خیلی خوبی بوده. برگردیم سراغ کشاورزیشون. یه موقع‌های از سال بوده که یا هوا طوفانی می‌شده یا آب بالا میومده، کل زمین کشاورزیشون از بین میرفته. به خاطر همین میاد تقویم 365 روز رو اختراع میکنن واسه این موقع‌ها که آب بالا میاد یا هوا طوفانی میشه، از قبل بفهمن و یه فکر بکنن و حواسشون باشه. فکر نکنین رود نیل مثل رودای الان خودمون اندازه یه جوبی آب داره رد میشه میره. اون موقع خیلی بزرگ بوده، داخلش قایقرانی میکردن، کلی حیوان داخلش زندگی میکردن، مثلا تمساح داشته، اسب آبی داشته، کلا آدمای باهوش داخلشون خیلی زیاد بوده. به خاطر همینه که یه تمدن پیشرفته تونستن درست بکنن. نسبت به بقیه کشورها مقایسه بکنیم خیلی پیشرفته تر بودن و کلا انگار یه چیز جدا بودن، یه چیز متفاوتی بودن. نه فقط به خاطر تقویم، به خاطر مجسمه هاشون، هنرهایی که داشتن، مهندسی ساخت و سازشون و سازه هایی که انقدر دقیق و خوشگل درست میکردن، حتی قانوناشون. یه لحظه فکرشو کنین، یکی از قانوناشون این بوده که دخترها هر چقدر که دلشون بخواد میتونن خونه بخرن، ثروت خودشون رو داشته باشن، کسب و کار خودشون رو راه بندازن، حتی حق طلاق و حق حضانت داشتن. یعنی یه جورایی انگار برابری زن و مرد بوده اون موقع. اونم چند هزار سال پیش که کشورهای دیگه اینقدر در حق زنها ظلم میکردن. به خاطر همینه که میگن اینقدر تمدنشون پیشرفته هست، فرهنگشون خیلی بالا بوده. بریم سراغ هرمایی که ساختن که خیلی هم معروفه. بلندترینش 164 متره. هر هرم 4 تا ضلع داره. حالا جالبش اینجاست که اون موقع نه قطب نما بوده نه هیچ وسیله اندازه‌گیری، ولی مهندسیشون و دانششون انقدر زیاد بوده که حتی 1 میلیمتر اینور و اونورتر هم نبوده. هر ضلعش دقیقاً سمت شمال و جنوب و اینا بوده. باز این هرم‌ها رو با یه سنگای آهکی ساختن که وزن هر کدومشون 2-3 تن بوده. به خاطر همینه که واسه همه یه چیز خیلی عجیبه، چون اون موقع نه ماشینی بوده نه دستگاهی بوده که بخواد اینا رو بلند کنه. اینا اومدن از دانششون استفاده کردن که تونستن اینا رو جابجا کنن. حالا خیلیا به خاطر همینه که میگن فرازمینی‌ها مثلا کمکشون کردن، چون با عقلشون جور در نمیاد که بتونن اینا رو کشیده باشن، مثلا اینجوری ساخته باشنش. ولی محققا میگن چند هزار کارگر روی این هرم‌ها کار کرده تا توی چند قرن تونستن بسازنش. حالا جالبش اینجاست که کارگرها حقوق هم میگرفتن. اینجوری نبوده که بردهداری باشه، چون اینا ثبت شده بوده که همشون حقوق میگرفتن. یکی دیگه از اختراعهای جالب و خوبشون خمیردندون بوده. اون موقع دندون پزشک نبوده، به خاطر همین تا جایی که میشده از دندوناشون مواظبت میکردن. میومدن سم گاو نر رو پودر میکردن، با پوست تخم مرغ سوخته شده و خاکستر قاطی میکردن و مسواک میزدن. به جز دندونشون به ظاهرشون، مدل موهاشون، لباسی که میپوشیدن خیلی اهمیت میدادن. اون موقع که اینقدر لوازم آرایش نبوده، ولی با اینکه نبوده هیچی، با چیزای گیاهی کلی رنگای خوشگل درست میکردن. هم زنشون هم مردشون آرایش میکردن. زنها حالا بیشتر آرایش میکردن. هم مدل موشون، مثلا الان مدل موی مصری از همون موقع اومده. حتی هنوزم از مدل لباساشون خیلیا ایده میگیرن و وقتی نگاهشون میکنیم میبینیم که چقدر خوشگل بودن، چه زیورالات خوشگلی درست میکردن. کلا خیلی هنرمند بودن همشون. مرسی که تا آخر ویدیو دیدین. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو و آدمایی که تو مصر باستان زندگی میکردن بنویسین، یا اگه چیز دیگه در موردشون میدونین بنویسین. بعد بهم ایده بدین، نظر بدین، بگین دوست دارین راجع به چه سبک ویدیوهایی درست کنم. من بیشتر تمام تلاشمو میکنم که راجع به همه موضوعا بذارم که اطلاعات عمومیمون بره بالا و کلی لذت ببریم ازشون. یک شنبه ها و چهارشنبه ها بین ساعت 9 تا 10:30 شب ویدیو آپلود میکنم. حتما بیاین ببینین و کلی لذت ببرین. خدافظ.